سلام، اومدیم با یه بازی دیگه. بازی به بازی شوتیه. اصلا شوتی موبایل ها کنی. بازی با باگای زیادی داره. کنه کلتون گل نمیشه. آرپیچی انگار تو کلش بری تو کال آف دیوتی مثلا آرپیچی پرت کنی این سری بری یه هم هر رو هوا میده. بچه بازی زیاد باگ داره. ولی مثلا ماشین من الان شوتیش میکنم تو صداش دیدین بچه ها چه صدایی داره میده. الان چه بازی الان هنوز شما ندیدین بازی چقدر شوتیه ماشیناش. یعنی اسم بازی رو بهتون میگم بعدا. مثلا میخواد ماشین رو الان شوتی میکنم واسه تون دوستان که پشماتون بریزه. پشما که هیچکی نمیریزه ولی ماشین رو الان شوتی میکنم واسه تون. خب الان صدا اگزوز به صدا اگزوز دوستان. الان من یه ماشین یه ماشینی فرمون هلیکوپتر رامبورگینی اون پشته. اگه میخواین بازی نصب کنید تو خبر میدن بار شوتی مثلا مثلا میتونی ماشین بیارید دنباله باید بعد ماشین هم میزنید چپ میکنید بعد پلیس ها دنگید اون سمه رسید. اگه خیلی بیارید گوشی باید میشه سری باید هست ماشین بزنید. اگه خواستیم ماشین رو تعمیر کنید بزنید رو اون شکل بعد تعمیر. اگه ماشینتون چپ کرد این رو بزنید. خب بعد اگه خواستید از دوباره شروع کنید بازی رو بزنید این بازی شروع همین کارو بزنید. بعد الان ادامه ویدیو بهش ماشین رو ببینید چقدر شوتیه دیگه. از بس شوتی شده که داره صدا میده. بار شوتی هم یه آدمی گذاشتن تو بار شوتی تو کشتی میده. من اینجا توی کاف میکشیم لایی بچه هم میخوام لایی بکشم لایی تا کافش زیاد خوب نیست. نیا کنیم زیاد خوب نیست تا کافش ولی الان یه دونه لایی میکشم واسه تون یا اینجا میکشیم و تمام. اینجا من همیشه یه پلیس اسپان میکنم. دو تا پلیس زیاد باگ نمیخوره ولی توی بیشتر از 3 تا هم کم میخوره. مثلا گوشی مدل بالایی بشن که آیفون فشار بخوره پلیس ها این پیشا ماشین بازی ها رو ببینیم چه بازی. الان یه کار اتفاق خیلی عجیبی میخوره. نکنیم الان پلیس ها بیاره نکنی چی میشه. اکنه پیگی از پلیس ها قرده وای دوستا چه خنده دار شد. اون یکی پلیس دوستا اون یکی سلام کنی پلیس ها خیلی تو بازی وای دوستا چقدر خنده دار چقدر خنده دارم پلیس ها نکنی که قرده دیواری که قرده یکی دیوار الان پیاده میشین بیاستم پیاده بشین نهنمون سرویسه چون الان ماشین ها نمیرن اصلا من دیگه نیا سنا کن چقدر بازی باگ داره. what the fuck دوستان رو هوا تو سلامتی دویه الان سلامتیش کمه چند نجاتن الان چکاره نو پاش در بگیره بشی که نه الان میایم بازی رو عوضی کنی شروع مجدد. نه من ماشین رو خورده شوتی کنم چقدر چرخو برای چه همش اینطوری خراب میشه. اصلا نیازی به اینم نبوده اصلا گذاشتمش ولی ماشینه یه جوری ماشین خیلی شوتیه. الان مثلا میخواین چیکار کنم مثلا ماشینا بذارم بود کارپود نمیخوام ماشین عادی ببینیم چی میشه. حالا من پلیسم بشینیم پایین. برا ماشین منو خارب میکنی الان آرپیچی بزنم تو دهنت قیم بچه چقدر خوب من راحت مردم. به استریم عالی بود و من ننم این شد
و حالا میام اینجا چرخو عوض میکنیم میگیریم اسرائیلی میکنیم. ما جیرفتیم نه ایرانی. ما در بچه می ماشین رو اصلا میخوام اینطوری ماشین شوتی نیست، ولی خب حالا ماشین رو میام دوستان میخوام یه ماشینی از یکی از اینا اگه گفتی شماره 1 دوستان هر کی گفت کدوم ماشین سرعتی تره اگه هر کی بگه به 3 تا بچه کمک میکنم، ویدیوش هم میگذارم. شماره 1 سرعتی تره یا شماره 2 این ماشین است یا شماره 3 که لامبورگینی. هر کی گفت به 3 تا بچه به 3 تا فقیر کمک میکنم، اونم خیلی درآمد بهشون میدم، مثلا به هر کدومشون 200 تومن 300,000 تومن میدم. تا ویدیو بعد خدا حافظ. اگه گفتی این ماشین هم شماره 4، این ماشین شماره 1 شماره 2 شماره 3 لامبورگینی، این ماشینه که واسه کوهنوردی هم هست و این پژو که شماره 4. هر کی گفت کدومش سوالسی داره